بعد این بچه حیوان واری پشت دخترها میدوند، حیوان های پلید خر واری میدوند. باز گپ میزنه و گپ میزنه. این چی است؟ یه علتش این ایست که ازدواج نمیکنه. اگر این دخترها زیاد است و یا روزه نمی روزه بگیره، روزه دوامدار انسان همو قوه شهوتش در حالت اعتدال میاره، دوامدار روزه بگیره. ازدواج که از چشم پایین میکنه، پرزه و این گپا باز کسی نمیره، کسی پشت دختر کسی نمیگرده. امروز جامعه ما شما پر از فحشا و بی‌حیایی، تلویزیون ها و اینا، همین تحریک شهوت و دعوت به بی‌حیایی بسیار زیاد است. در این وقت بسیار ضرور است که ازدواج و عروسی صورت بگیره در بین فامیل های خوب و دیندار. بچه ها باید عروسی و ازدواج شوند. دخترهایی که جوان شد بتنش با عروسی بتش. مکتب فرض نیست خواندنش، اونم چند سال که خوان یاد گرفت خط است، ایش قرآن برش یاد بده، اسلام برش یاد بده. این بسیار مهم است. خیر از بعد از ازدواج هم میتونه که درس خدا بخونه، ولی عروسی کنه اول. این بسیار مهم است. خب دلیلش گفتیم که یک حدیث دیگه هم از رسول الله صلی الله علیه و آله میفرماید یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءة فلیتزوج. ای گروه جوانا، کسی که از شما توانایی ازدواج داره باید ازدواج کنه. امر کرده است کسی توانایی داره ازدواج کنه. توانایی نفقه، مهر خو قضیات مهم نیست، مهر میشه یک چیزی، یک زندگی خدا پیش برده بتونه، باید ازدواج کنه. فإن لم یستطع، اگر توانایی ندارد، فمن لم یستطع فعلیه بالصوم، روزه بگیره. فإنه له وجاء، روزه بر از انسان سپر است. چرا میگه ازدواج کند؟ میگه فإنه غض للبصر، زیرا ازدواج که از چشم پایین میکنه. همین اکثر بچه‌ای که چشم چران هستن نه، حتی در راه استاد میشن، دخترها رو گپ میزنن، پشتش میدوه تا یک جایی، نه مثل حیوان واری. حیوان نر که پشت ماده میدوه، بعد این بچه حیوان واری پشت دخترها میدوه، حیوانای پلید خر واری میدوه. نه باز گپ میزنه و گپ میزنه. این چی است؟ یه علتش این ایست که ازدواج نمیکنه. اگر این دخترها زیاد است و یا روزه نمی روزه بگیره، روزه دوامدار انسان همو قوه شهوتش در حالت اعتدال میاره، دوامدار روزه بگیره. ازدواج که از چشم پایین میکنه، پرزه و این گپا باز کسی نمیره، کسی پشت دختر کسی نمیگرده. و احسن للفرج، دیگه شرمگاه انسان حفاظت میکنه از زنا و فحشا. باز همی فیلم های خراب و خواندن ها و سریال ها و همی عیاشی و بیگپا نه، عکس های بد یار از موبایل ها خود گم میکن، بعدش میگپا. کسی که بچه است ازدواج نکرده و نمی چیزا در گوشش هست، خواندن شنیدن همی چیزای مرداری در تلفن‌هایش پر است، همیشه زیر تلویزیون شیشتگی چیزای خراب میبینه.